آهنگ تورگی شایع و شنیدین؟ بریم ببینیم تو انگلیسی چی میشه. سلام، اینجا قسمت 18 کتابمونه. برای اینکه توصیف کنیم یکی دوست صمیمیمون هست، میتونیم از کالوکیشن good friend استفاده کنیم. good friend. و همچنین خیلی مرسوم‌تره که از این کالوکیشن استفاده کنیم. close friend. close friend. اگر میخوایم بگیم بهترین دوست، میتونیم بگیم best friend. best friend. که این آخری best friend میشه همون تورگی که شایع ازش صحبت می‌کنه. حالا خارج از کتاب اگر بخوایم به طور مرتبه‌ای اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم، میتونیم بگیم صمیمی‌تر میشه best friend، یه خورده عقب‌تر میشه close friend، یه خورده عقب‌تر میشه friend و بعدش یک عبارتی جلسه قبل داشتیم میشه casual acquaintance که میشه یک آشنایی که در حد سطحی باهاش ارتباط داریم، سلام علیک فقط، دوست محسوب نمیشه. و قبل‌ترش میشه stranger، کاملا غریبه. راستی close friend همونیه که تو اینستا هم داریم استوری های سبز رنگ یا حتی جدیداً پست میذاریم براشون. امیدوارم مفید بوده باشه. برای مثال حتما کپشن رو بخونید تا بعد.